هوشت ثابت نیست و در حال تغییره. 10 ثانیه دیگه بهت میگم این تغییره برای تو مثبت بوده یا منفی. این روزا بیشتر احساس میکنی که مغزت خیلی پر انرژی و خیلی پر شور و اشتیاق و آماده فکر کردن و انجام دادن کاره، یا نه احساس میکنی خیلی خسته و بی‌حس و حال و اصلا حوصله انجام دادن هیچ کاری رو نداری؟ آخرین باری که تونستی خیلی خوب روی یه موضوعی به صورت مستمر تمرکز کنی بدون حواس پرتی فقط اون کار رو انجام بدی کی بود؟ آخرین و راحت ترین سوال، بین این همه محتوایی که دیدی، این همه کتابی که خوندی، چند درصدشون یادت مونده؟ اگه جواب این سوال برات خیلی جالب نبود، شاید طریقه استفاده از مغزت داره توانایی یادگیری، فکر کردن و تمرکز مغزت و در مجموع قدرت مغزت رو ضعیف‌تر میکنه. دانشمندایی که امروزه نماد نبوغ میدونیمشون، خیلیاشون اون زمانا کندذهن میدونستن. ادیسون رو هم مدرسه اخراج کردن و روش برچسب کندذهن بودن زدن. چارلز داروین از حفظ کردن متنفر بود، اما در نهایت اینا طرز فکر بشر رو تونستن به کل تغییر بدن. چه عاملی باعث شد اینا بتونن این کار رو انجام بدن؟ ژناشون؟ اینکه بیشتر یاد میگرفتن؟ یا اینکه مدیتیشن میکردن یا ورزش میکردن؟ نه، اونا تغییر دادن که مغزشون چطور کار کنه. امروز میخوام سیستمایی رو بهت بگم که اون زمانا این دانشمندا داشتن ازش استفاده میکردن و امروز هم علوم اعصاب ثابت کرده که اینا به طرز عجیب غریبی هوشت رو افزایش میدن که توی این شرایطی که همه ی حواس پرتی‌ها مغزتو از هر طرف محاصره کرده، بتونی قدرت مغزتو به بالاترین حالت ممکنش برسونی. سیستم اول از پروفسور ویلیام جیمز، پدر علم روانشناسیه، که بعد حافظه و یادگیری مغزتو قوی تر میکنه. در واقع خیلی از روش‌هایی که امروزه برای یادگیری، حافظه و اینجور چیزا میبینی از همین فرایند الهام گرفته شدن. چند بار برات پیش اومده که میخوای برای رفیقت یا یکی از اعضای خانواده‌ات یه خاطره ای رو دوباره یادآوری کنی؟ مثلا به رفیقت میگی که فلانی یادته پارسال رفتیم شمال، رفتیم تو اون رستوران، چه غذایی داشت، چقدر غذاش خوشمزه بود. رفیقت میگه نه نمیاد. تو میگی بابا من این غذا رو سفارش دادم، تو همون غذا رو سفارش دادی، با هم دیگه خوردیم، چقدر خوشمزه بود. میگه نه کی؟ بعد تو میگی بابا آخر سر که میخواستیم بریم نوشابه رو میز بود، دستت خورد نوشابه ریخ رو لباست کلا کثیف شد. رفیقت میگه آها یادم اومد، آره خیلی غذاش خوب بود. در واقع تو اینجا داری از چیزی به اسم ارتباط استفاده میکنی که بنای مغز ما رو شکل میده. طبق تحقیقات ثابت شده که در واقع مغز انسان یه ماشین ارتباطیه. برای اینکه بتونی خیلی سریعتر یاد بگیری و بعد حافظه مغزتو خیلی قوی تر کنی، باید از این ارتباط استفاده کنی. حالا چطوری؟ آقای جیمز برای ما یه فرایند رو مشخص میکنه که میگه در مرحله اول بنای یادگیری هر چیزی تکراره. 10 بار 20 بار تو باید بتونی اونو تکرار کنی تا اونو یادش بگیری و اون بره توی حافظت. اما میگه که اگه همون چیزو تو در مرحله اول به خوبی درکش کنی، بفهمی داره دقیقاً چی میگه، منظورشو متوجه بشی و بعد اون چیزو بتونی به چیزای زیادی تو مغزت ارتباط بدی، به خصوص اگه اون چیزایی که داری بهشون ارتباط میدی چیزای مسخره‌ای باشن، به جای اینکه تو 10 بار 20 بار اون چیزو تکرار کنی تا یادش بگیری و بره تو حافظت، با 2-3 بار تکرار کردن اونو کامل یاد میگیری، میره تو حافظت و خیلی سریعتر هم اونو میتونی به یاد بیاری و برای مدت طولانی تری تو حافظت بمونه. مثلا همه پدر مادرهای دهه 60 یا همه جوونایی که این دوران تحصیلیه رو گذروندن، از ریاضی دوران راهنمایی و دبیرستان هیچی به جز سینوس کوسینوس یادشون نیست. چرا؟ چون این سینوس کوسینوسه رو به چیزای مسخره و زیادی ارتباطش دادن و اگر تو همین کار رو با اون مطلبی که داری میخونیش انجام بدی، اون کامل تو ذهنت میره و دیگه هیچ وقتم یادت نمیره. اما مغز قوی مغزیه که علاوه بر این که بتونه سریعتر یاد بگیره و حافظه خوبی داشته باشه، مغزیه که بتونه سرعت پردازش خیلی بالایی داشته باشه و بتونه ایده های خیلی بزرگ و خوبی بده. امروزه همه دارن میگن برای اینکه مغزت سرعت پردازش بالاتری داشته باشه، بتونی ایده های خوبی بدی، باید دائم در حال یادگیری باشی، دائم در حال مطالعه باشی. اما نابغه‌ای مثل انیشتین که ما اونو به ایده ها و نحوه اجرا کردن اون ایده ها میشناسیم،
گاهن این کارو نمی‌کرد. اون کاری رو می‌کرد که اگه نگیم همه آدم‌ها، به راحتی میتونیم بگیم بیشتر آدما امروزه دارن برعکس اونو انجام میدن. اول از همه بیا اینو بهت بگم که اون سرعت پردازش مغزه چیزی نیستش که توی همه موضوع اتفاق بیفته. مثلا تو نمیتونی بری به یه موزیسین معادله ریاضی بدی بگی بیا حلش کن. هنگ میکنه، نمیتونه این کار رو انجام بده. پس مرحله اول اینه که اون موضوعی که میخوای توش مغزت ایده های خوبی بده، مغزت سرعت خوبی توش داشته باشه رو باید اول اونو انتخاب کنی. حالا که انتخابش کردی بیا بهت بگم که چطور توش میتونی سرعتتو بالا ببری و ایده های موفقی توش بدی. مغزتو در نظر بگیر. الان تو مغزت پر از اطلاعات، دانسته ها، محتواها، صحبت هایی که همشون رو همدیگه تلمبار شدن و موندن. مثل انباری که توش پر از وسیله است و این وسیله ها همشون رو همدیگه تلمبار شدن و تو جای هیچ کدومو نمیدونی. حالا فرض کن میخوای بری از توی اون انباری یه وسیله مشخص برداری. اگه اون وسیله دم دستت نباشه یا اصلا پیداش نمی‌کنی یا اگه بخوای پیداش کنی خیلی زمان میبره. دقیقاً برای مغز تو هم داره همین اتفاق میفته. به خاطر همینه که تو گاهن نمیتونی ایده های خوبی بدی یا نمیتونی سریع پردازش کنی و یه چیزی رو ارائه بدی. اما کسی مثل انیشتین ورودی مغزشو کامل میبست، بدون اینکه چیزی یاد بگیره، بدون اینکه مقاله‌ای بخونه، میشه ساعت‌ها برای اون موضوعی که داشت فکر میکرد. اما این فکر کردنه باعث میشد چه اتفاقی بیفته؟ وقتی شروع به فکر کردن میکنی، مغزت تمام اطلاعاتی که راجع به اون موضوع داری و شروع میکنه در اختیارت میذاره و از اون شلوغیه در میاره. اصطلاحاً اون انباریه مرتب میشه و سرعت پردازش مغز تو خیلی بالاتر میره. اما کجا نبوغ اتفاق میفته؟ جایی که انقدر فکر میکنی مغزت شروع میکنه رفته رفته تمام الگوهای موفقی که از موضوعات دیگه به دست آوردی و برای اون ایده‌ای که داری واسط رو میکنه و مغزت شروع میکنه تلفیقی از اطلاعات ها، تلفیقی از دانسته ها و تلفیقی از الگوهای موفقی که توی تمامی حوزه ها به دست آوردی و خودت هم گاهن ازش بیخبری برای اون موضوع واسط رو میکنه و نحوه رسیدن به اون ایده رو واسط بهتر میکنه و اون ایده رو هم واسط بزرگتر میکنه. این مسیره بعضی جا هست که هر چقدر فکر میکنی میبینی دیگه هیچ اطلاعاتی به مغزت نمیرسه، دیگه یه چیزی کمه اونجا. اونجاست که تو شروع میکنی برای اون جاهایی که نمیدونی آموزش هدفمند میبینی، نه اینکه از همون اول بری آموزش ببینی. اما این وسط یه مشکل خیلی بزرگ است. مغز تو فعال نمیشه، مغز تو به اون قدرتی که باید نمیرسه، چون چیزی هست که اکثر تولید کننده‌های محتوام نمیخوان تو بدونی، چون به واسطش دارن ویو میگیرن. اما چرا مغزت فعال نمیشه؟ چرا به اون قدرتی که باید نمیرسه؟ چون تو رو از بیسیک ترین و ساده ترین کاری که میتونی برای رشد مغزت انجام بدی عاجز میکنه. الان بهت میگم چرا. فرض کن الان ایلان ماسک جلوت نشسته، حق داری ازش یه دونه سوال بپرسی. چی میپرسی؟ بذار حدس بزنم. احتمالاً میگی که چطور تونستی؟ چطور به اون موفقیت رسیدی؟ چی کار کردی؟ توصیت به من چیه؟ من چی کار کنم؟ اما اگه قبلش بهت بگن که باید خودت جواب سوالتو بدی، بعد اون جواب سوالتو میده، احتمالاً جواب خودتو اینطوری میدی که خب حتما استمرار داشته، تلاش کرده، خیلی بیشتر از آدمای عادی کار کرده، بیشتر از مغزش استفاده کرده. از این جوابا میخوای بدی دیگه. حالا جواب ایلان ماسک هم احتمالاً همینه دیگه، احتمالاً اونم میخواد همینو بگه دیگه. حتی تو معروف ترین مصاحبهش هم میگه که هفته‌ای 100 ساعت 120 ساعت کار کنید، مثل دیوونه‌ها زحمت بکشید. همین توصیه‌ها رو میخواد بهت بکنه دیگه. اما اینو چرا گفتم؟ اینو گفتم که به این برسم تو با اینکه میدونستی میخواد چه جوابی بهت بده، چرا باز اون سوالا رو پرسیدی؟ به خاطر الگوی پنهانیه که داره توی مغزت اتفاق میفته. میپرسی چطور تونستی موفق بشی؟ احتمالاً میدونی که میخواد جواب بده که خیلی زحمت کشیدم. چرا میپرسی؟ میپرسی که اون پس ذهنت دنبال یه راه جادوییه، دنبال یه مسیر عجیب غریبه که تو رو سریعتر به هدفت برسونه، دنبال رمز و راز موفقیتی. به خاطر همینه که سالهاست دارن محتواسازها با این عنوان ویدیو میسازن که 3 راه موفقیت. من
با این دوتا مهارت تونستم پولدارترین آدم بشم و دارن به واسطش ویوهای خیلی زیادی هم میگیرن. اگه یادت باشه توی دوران مدرسه یکی بود که از همه درسش خیلی بهتر بود و همه دائم از اون میپرسیدن که فلانی چطور اینقدر داری خوب درس میخونی؟ چی کار میکنی که اینقدر درست خوبه؟ و خب همشون هم میدونستن که احتمالاً داره زیادتر درس میخونه، ولی چرا میپرسیدی؟ چون دنبال یه راه میانبر بودی، دنبال یه امید جدیدی بودی، در صورتی که میدونستی احتمالاً داره درس بیشتری میخونه. پذیرش واقعیت سخته، به خاطر همینه که مغز همیشه دنبال یه معجزه میگرده. به خاطر همینه که میگم ما رو از بیسیک ترین کاری که میتونیم برای موفقیت انجام بدیم عاجز میکنه. اصلا بیسیک ترین کاری که تو میتونی برای رشد مغزت انجام بدی چیه؟ پیش پا افتاده ترین تحقیقی که درباره این موضوع اتفاق افتاده اینه که میگه مغز تو مثل عضله میمونه. عضله چطوری تمرینش میدی رشد میکنه، مغزم دقیقاً همونطوریه. اما تمرین مغز وزنه زدن نیست، تمرین مغز وارد مسائل جدید شدن، حل چالش های جدیده و با این کاراست که رشد میکنه. اما وقتی که تو دنبال یه معجزه میگردی، دنبال یه رمزی برای موفقیتت میگردی، هیچ وقت کاریو شروع نمیکنی، هیچ وقت درگیر چالشی نمیشی و وقتی درگیر چیزی نشی مغزت توی حالت نرمال خودش میمونه، مغزت تو اون منطقه امن خودش میمونه. وقتی که بمونه و تکون نخوره طبیعتاً رشدی نمیکنه، چون درگیر چیزی نمیشه. اما راه حلش چیه؟ توصیه خیلی خوب از اندرو هیبرمن و جیمز کلیر هستش که میگه برای کار جدیدی که میخوای انجام بدی مکان و زمان مشخص کن. اما توصیه‌ای هم که خودم بخوام بهت بکنم اینه که تا جایی که میتونی، تا حد ممکن مصرف کردن محتوا رو کلاً قطع کن. منظورم از محتوا حتی ویدیوهای رشد فردیه. تا زمانی که بهش احتیاج نداشتی روش کلیک نکن. تا حد امکان این محتواها رو محدود کن، کم کن و تمرکزتو فقط بذار رو کارت. زمانشو مشخص کن که من سر این تایم هر روز قرار این کارو انجام بدم در فلان مکان. دنبال نتیجه عجیب غریبم نگرد، کل تمرکزتو بذار روی این مسیره و فقط کارتو انجام بده. به مرور هم مغزت فعالتر میشه، هم توی اون موضوعی که شروع کردی، توی اون مسئله‌ای که شروع کردی بهترین نتیجه ها رو میگیری. اما همین هوش خوبه، همین هوش بالاه گاهم میتونه به ضرر تو تموم بشه، چون آدمای باهوش اکثرا از هوششون برای موفقیت توی مسیرشون استفاده نمی‌کنن. برای توجیه کردن کارهایی که انجام ندادن، برای قوی‌تر کردن بهونه‌هایی که برای انجام ندادن کارهاشون میارن استفاده میکنن. پس تو باید ذره اون خودآگاهی هم داشته باشی. حواست باشه که از هوشت به درست‌ترین شکل ممکن استفاده کنی. برای همین بهت پیشنهاد میکنم یه برنامه خوب برای کارهایی که در طول مسیرت انجام میدی داشته باشی که این توجیه‌ها، این بهونه‌ها هم نتونن مانع انجام دادن کار تو بشن. یه جنبندی کوچیکم داشته باشیم، مغز تو با فکر کردن، با دادن ایده‌های قوی، با درگیر شدن تو مسئله و سرعت پردازش بالاست که قوی میشه و در نهایت این سیستم‌ها تو رو به اون قدرت ذهنی که میخوای میرسونن. و هر وقتم که دنبال راز جدیدی میخوای بگردی از خودت بپرس که من واقعا دنبال جواب جدیدی میگردم یا دارم شروع کردنم و عقب میندازم.